الحمدلله وحده و الصلاة و السلام علی من لا نبی بعد. سلام بر شما بینندگان عزیز و گرامی. خداوند انشالله دعا و نماز و روزه و همه عبادت‌های ما و شما را قبول کنه و از سر تقصیرات ما بگذره. امروز در مورد فواید روزه با شما صحبت میکنم. الله به پیامبر میفرماد که به مردم بگو قل لا تمنوا علی اسلامکم. بر من میگه منت نذارید که مسلمون شدید. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. بلکه خدا بر سر شما منت گذاشته که شما را هدایت کرده به ایمان. هیچ وقت یادم نمیره یک باری در یک از مؤسسات خیریه کار میکردم، به منطقه در افغانستان که زابل نام داره رفته بودیم و این منطقه از اونجا هم رفته بودیم مناطقی که به اصطلاح مرکزش هم نه، اطراف جاهایی که به اصطلاح در راه نبود و مردمش زندگی خیلی ساده ای داشتن. یک مغازه‌دار یک حرفی زد در همون صحرا، در همون جا به اصطلاح دشت، گفت که شکر خدا که ما مسلمانیم، گرنه ما چی میخوردیم. جهان دیده بود، افغان اکثرا دنیا رو گشتن، حداقل 3-4 کشور دیدن. من رو حرفش فکر کردم و خودش توضیح داد که اگر ما میگه مسلمان نمی بودیم، باز مثل چینی‌ها مثلا هر چی میخوردیم، مثل نمیدونم فیلیپینی‌ها هر چی میخوردیم. راستی باز من فکر کردم در این جایی که نه برق هستش نه آب هستش، ولی وقتی مثلا غذا میارن دستو برای چه چیز میارن دستو میشورن، جز غذای پاک، گوسفند، نه خون میارن نه هیچی، برنجش پاک، هر چیزش پاک. چرا؟ برای اینکه اسلام امر به پاکی کرده. پس اسلام است که بر سر ما منت گذاشته. یکی از منت هایی که اسلام سر ما گذاشته همین روزه است. آقا هیچ نیازی نیست به بحث علمی. تمام دنیا این روزا، خصوصا این روزا، میگه که پرخوری ضرر داره و پرخوری یک عادت شده، چون که برکت زیاد شده دیگه. میبینی آقا توی اداره نشسته 10 بار چای میخوره، تو خونه نشسته 10 بار قهوه میخوره، میوه میخوره، اینو میخوره، اونو میخوره، دائما در حال خوردن. و میبینیم که یکی از مشکلاتی که بشر پیدا کرده چاقیه. شنیدم تو آمریکا 70% چاقه. عجیبه. برای اینکه همش از پرخوریه. یک دکتر در دنیا نیست که بگه پرخوری ضرر نداره. دیگه بحث علمی نمیخواد. روزه یک ماه باعث میشه که شما کم بخوری. چه بخوای چه نخوای کم میخوری. شب بالاخره یه چیزی میخوابی، یه چیزی نماز میخونی و روز نمیتونی یه غذا بخوری دیگه. آبم نمیتونی بخوری. شب که پرخوری هم بکنی، باز شکمت که پر میشه دیگه. خواهی نخواهی دکترها میگن که حتی نیم کیلو هم انسان کم بشه برش فایده داره وزنش. پس هیچ بحث نمیخواد که روزه برای سلامتی خوبه. منتها بدبختی در این است که حالا البته ما یه چیز خنده‌دار هم داریم، گریه‌آور هم داریم، که ملحدین ما عقب هستن از غیر مسلمان های دنیا. اونا دیگه خجالت میکشن. شما نمیبینی جایی بگن که آقا روزه ضرر داره. نمیگن اونا روزه مسلمان ها رو. اگر ضرر میداشت آسمون زمین می آوردن. خودشون میدونن که فایده داره، بلکه به ما حسودی میکنن. اونی که حسودی میکنه. این ملحد ما میاد میگه آقا روزه ضرر داره، روزه باعث میشه که نمیدونم آب به بدن نرسه، بدن هر 2-3 ساعت آب میخواد. مرد حسابی، مگر بدن بشکه معذرت میخوام مشبکه که تو اکثر بدن ما آب درست شده، بیشتر بدن ما، و نشان به اون نشانی که تا شب انسان دستگاه های گوارشش، دستگاه نمیدونم دفعش کار میکنه، ادرارش، مثانه‌اش، کلیه‌اش کار میکنه. چرا اینو نمیگی که دستگاه ها داره کار میکنه، داره بدن رو میشوره؟ و حقیقت هم همینه. همین امروز من یک مقاله خوندم که آقا مثانه چرک، در مورد چرک مثانه، همین امروز همینطوری اتفاقی باز گفته چرک مثانه برای این است که ادرار صحیح تخلیه نمیشه، اونجا چرک میکنه. خب در ماه رمضان خود به خود تخلیه میشه، یک ماه به اصطلاح بدن رو پاک میکنه. نیازی به بحث علمی نداریم، خودش روشنه. روزه دیگه فایده ای که داره این است که لذت غذا رو میفهمه.
هر دقیقه بخور. اونایی که دارن دیگه هر دقیقه میخورن. غذا برایشون لذت نداره. چرا در وقت افطار اینقدر لذت داره غذا؟ برای اینکه خود لذت غذا باعث میشه که غذا خوبم هضم بشه. اینو میدونید و فایده داشته باشه. چیزی که آدم سیره دیگه میخورن و لذت هم نمیبینن. یک نکته رو به شما عرض کنم در مورد به اصطلاح این غذا. در مورد غذا این نکته رو به شما عرض میکنم که یک دوستی داشتم، اینو می‌خواستم بگم. یه وقتی ما یک خونمون عوض کرده بودیم، داستان جالبی بشنوید. و همسایه داشتیم. این همسایه رو دورا دور میشناختم. دکتر کمال مسی بود یا دکتر جمال، حالا یاد اسمم یاد. مردم ازش تعریف میکردن آدم با تقوای اینها. باز که ما همسایه شدیم، طبعا اومدن با ما سلام علیک کردن، گرم گرفتن. خانمش در خونه ما اومد و باز این خانم گفت هیچی نخورد، شاید روزه بوده، نمیفهمم. باز این رو دعوت کرد. این یعنی رفتی به اصطلاح دید بازدید. وقتی برگشت ما که سر کار میرفتیم، هم دیگه رو مثلا تو راه میدیدیم یا بیرون میدیدیم یا تو مسجد میدیدیم. خانم‌ها دیگه تو خونه رفت آمد کردن. زن من که رفت خونه‌اش اومد به من یه چیز عجیبی گفت. گفت والا اینقدر با من گرم گرفت. اولین بار رفته دیگه. خانمش میگه خیلی با من خوب برخورد کرد، خیلی خوشرویی. مونتا میگه هیچی نیورد برای خوردن. میگه نه چای آورد، نه نمیدونم بیسکویت آورد، نه میوه آورد. برای منم عجیب بود که چرا اینطور باز. و بعد میگه اصرار میکرد که نهار باش. وقت نهار نیست که من نهار باشم، ساعت 9 مثال. و برای منم سوال بود. باز از دوستای مشترک پرسیدم. به من گفتن که آقا دکتر کمال میگه زندگی خاصی داره. میگه در وقت غیر غذا نمیاره نمیخوره. دکتر دیگه میفهمه. میگه فقط در وقت نهار، شام، صبحانه میگه غذا میاره. میگه هر دقیقه چیه؟ میگه اینو پر کن بخور، اونو پر کن بخور. و برای همین برای مهمانم نمیاره. چیزی که برای خودش نمیپسنده میگه برای مهمانم ضرر داره. و این حقیقتی است. الان یک مشکل پیدا شده که غذا زیاد شده و چرا اینقدر آلزایمر میگیرن؟ میدونی از پرخوری آلزایمر پیرا؟ چرا مسلمانان نمیگیرن این مرضا رو؟ اونایی که روزه میگیرن از جوونی. باز اگه ضرر داشت آقا جان، ما که 60 سال دیدیم مردم، مادر خود دیدیم 70 سال گرفته، 60 سال گرفته، هیچیش نشده. حالا نمیتونه بگیره، خیلی پیر شده. اسلام بهش اجازه داده که نگیر. این مرض قند که میگن یک مرض دیابت که مرض دنیا رو پر کرده، اینو برای چیه؟ آقا شکر زیاد میخوره، کارخونه بدن، جگر نمیتونه این رو چی کنه، کبد نمیتونه این رو تصفیه کنه. خسته میشه، میگه ای تو میخوری من چیکارش کنم؟ میفرست مستقیم در خون. و برای همین است که خون که آزمایش میکنه میگه قند داره. در ماه رمضان مجبور هستی که نخوری. پس فوایدش آقایون و خانم‌ها بیشماره. و من این رو به شما بگم. همین رمضان امسال بچه‌ای دارم 6 7 ساله، عباس اسمشه. مادرش نمیذاره این روزه بگیره، کوچیکه دیگه، هوام گرمه. این دیگه رفته خونه مادر بزرگش. صبح که بلند شده، مادر بزرگش که گفته چای خوردی؟ گفت ها. میدونستی مادرش نمیذاره؟ در حالی که اینم اشتباهه. اگه میخواد بگیره بذار بگیره. مادر دیگه دلسوزه. اونجا گفته که روزه ای؟ گفت ها. به مادر بزرگش گفت ولی چای خوردم و صبحانه خوردم. دروغ گفته. تا اونجا بازی کرده که مادرش نفهمه. نزدیکای غروب اومده خونه، سحری هم نخورده. اونجا باز مادرش فهمیده که روزه نداره، بیحال شده بود کمی. حالا که روزه رو گرفته. وقتی یه بچه 6 7 ساله میتونه روزه بگیره، بقیه چطور نمیتونن بگیرن؟ پس بعد برای ما آسونیه چون که اجتماعیه. کاری که اجتماعی باشه آسونه. خب حالا روز اینقدر فایده داره دوستان، بعد ما رمضان چی میشه؟ ما روزه بگیریم؟ همیشه که ممنوعه، بلکه آدم جهنم میره همیشه بگیره. یه روز در میون را هم پیغمبر دوست نداشته. خودشون که پیغمبر بودن 2 روز در هفته میگرفتن، ولکن به مسلمان‌ها گفتن که 3 روز اگه در ماه بگیرید شما مثل این است که همیشه روزه دارید. یعنی همه فواید روزه‌ای که عرض کردم اگه 3 روز در ماه روزه بگیرید همه این فواید به شما میرسه. مثل این است که همه سال روزه دارید. و یادتون باشه که اگر میخواید فواید روزه بعد از روزه برای شما ادامه پیدا کنه، 3 روز در ماه روزه بگیرید بعد از که رمضان تموم شد. البته در شوال 6 روز بگیرید، چرا اون 3 روز دیگه هم مثل این است که تمام سال روزه گرفتید. ما نمیفهمیم، ولی پیامبر ما فرمودن که 6 روز شوال که روزه بگیرید مثل این که همه سال روزه گرفتید. و همینطور در بعد از اون رمضان و شوال بذار، بعد از اون هر ماه 3 روز مثل این که همه سال روزه گرفتی.
و روزه فواید بسیاری داره، اراده رو تقویت میکنه، آدم منظم میکنه و باید خدا رو شکر کنیم که منت گذاشته الله به ما که ما رو مسلمون درست کرده و به ما اجازه داده، توفیق داده که روزه بگیریم. ما باید شکر کنیم، نه اینکه الله را از خود متشکر کنیم که آقا ما روزه گرفتیم. البته الله مهربونه، ثواب روزه را به ما میده، اما اولش فایدهش به خود ما میرسه. الله توفیق بده که بقیه این ماه رو مبارک رو هم به خوبی و خوشی روزه بگیریم و همینطور توفیق بده که در شوال 6 روزه بگیریم، در ماهای بعدش هر ماه 3 روز روزه بگیریم که یعنی همیشه از فواید روزه بهره مند بشیم. الله به شما توفیق بده. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه قنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین.